درود به همه شما دوستان عزیز و ارجمند در هر کجای دنیا هستید. اینجا استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه است و من کیومرث سیات هستم که گفتگوی خوانندگان تورنمای آزادی.org با شارح ورزشی رادیو آزادی و هم رئیس انجمن خبرنگاران رشته ورزش نرزالله لطیف را گردانندگی میکنم. دوستان عزیز، در آغاز صحبت از همه شما تشکر میکنم که طریق سایت آزادی، طریق فیسبوک و طریق اسکایپ با ما سوالهای خود را روان کردید و در آغاز صحبت از شما هم تشکر میکنم استاد که برای سوال و جواب با خواننده های ما راضی شدید و خود در استودیو همراه ما قرار دادید. تشکر کیومرث. السلام علیکم بینندگان گرامی، شنوندگان عزیز و خوانندگان تورنمای و سایت رادیوی آزادی. اولا امروز که روز 2 ایول روز بین المللی خبرنگاری ورزشی است، همه همکسبان عزیزم را تبریک میگویم با عید کسبیشان و با یکایک شما تنسیتی و خانوادگی تمنا دارم. در کارهایتان موفقیت ها میخواهم. تشکر استاد. برای این تبریک ما هم در نوبت خود شما را تبریک میکنیم و در قطار این تمامی خبرنگارانی که طول این مدت، طول سالهای آینده در منبع هم برای ساحه ورزشی تاجیکستان کار میکنند و تمامی بازی ها هم در جهان هم در تاجیکستان برای خواننده و بیننده و شنونده ها شرح میدن. استاد عزیز، میشد برای بیننده ها که حالا ما را میبینند و اکثریت نام شما را شاید شنیدند، شما را از نزدیک ندیدند، شاید درباره زندگی شما توجه دارند، میشد گوید که چند مدت است که شما در امور ورزش کار میکنید؟ همچون خبرنگاری ورزشی کار میکنید. از کدام سال؟ کیومرث، اصلا من از ماه ایونی سال 1969 یعنی 43 سال اینجا شارح ورزش هستم. شارح خود را از رادیوی تاجیکستان شروع کردم و بعدا فاکولته یا خود بخشی ژورنالیستیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کردم. در روزنامه‌های زیاد کار کردم، در شورای وزیران جمهوری تاجیکستان، در شورای اتفاق‌های کسبه تاجیکستان، در وزارت‌ها و همچنین سرمحرر روزنامه‌های زیاد و مانند ورزش، سپورت، فوتبال و غیره بودم و طول 10 سال اخیر در رادیوی آزادی در بخش تاجیکی این رادیو به حیث خبرنگاری ورزشی فعالیت دارم. تشکر استاد. و ببینید این صحبت ما اتفاقا در روز برگزار میشد و مستقیم به خواننده ها و بیننده های تورنمای آزادی نمایش داده میشد که دیشب دسته اسپانیا پیروزی را به دست آورد و بار دیگر قهرمانی فوتبال اروپا شد. استاد، واقعا این بازی یکی از بازی های پر سر و صدا بود. اکثریت از قبل هم پیش بینی میکردن بازی ها را. خود شما اصلا طرفدار کدام دسته بودید؟ از آغاز برای کدام دسته گویا که در خانه‌تان نشسته بازی را تماشا میکردید و برای کدام دسته طرفداری میکردید، جانبداری میکردید؟ تشکر. در یکی از صحبت ها با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از من خیرامان بقازاده در آغاز این مسابقات که روز 8 ایون شروع شده بود سوال داده بودن که شما عیناً چنین سوالی که شما دادید به کدام دسته مخلصی میکنید و کدام دسته غالب قهرمانی اروپا میشود. من گفته بودم که به دو دسته اصلا مخلصی میکنم، یکی دسته آلمان است و دیگری دسته اسپانیا. من پیشگویی کرده بودم که دسته آلمان موفق میگردد و غالب میشود، ولی این پیشگویی من درست صحیح نبرآمد و بالاخره دسته دومی که با اون مخلصی کردم اسپانیا غالب شد. اما استاد، دلیل اینکه شما از آلمان جانبداری میکردید، از دسته آلمان، دلیلتون چی بود که مثلا با چی باور داشتید؟ دسته آلمان در چمپیونات گذشته خیلی هم خوب بازی کرد و اصلا از بازیگران جوان هیئت آن عبارت بود و گمان داشتم که در این مسابقات این دسته با جوانهایی که الکی 4 سال سپری شد تجربه اندوختند و آنها که یکی از دسته های پرقدرت دنیا می باشند موفق می‌گردند. و چیزی دیگر این بود که می‌خواستم در فوتبال همیشه یک دسته اگر غالب آید پای هم و دسته اسپانیا بار دوم با عنوان قهرمان اروپا نایل گردید، پس هم این هم در تاریخ فوتبال اروپا برای اولین بار است. ولی در تاریخ فوتبال اروپا بار سوم از همه بیشتر اسپانیا غالب شد و من می‌خواستم که دسته دیگر باز به این موفق شود. بله، البته امیدوارم که در
بازی دیگر بعد از 4 سال شاید دسته دیگری برای پیروزی تلاش کند و این جایزه را به خودش اختصاص دهد. استاد تا اینکه من و شما درباره پیشگویی خودمان صحبت میکنیم، قبلا چندی از شماره زیادی خواننده های ما هم با آزمون رادیو آزادی که درباره پیشبینی این بازی بود شرکت کردند، پیشبینی های خودشون روان کردند، جواب های خودشون دادند. آیا استاد میشد از اون نتیجه آزمون ما به بیننده ها و خواننده ها بگوییم که واقعا سوال آنها درست بود، پاسخ آنها به سوال های ما درست بودند؟ آیا کسی بود که در مابین آنها حداقل جوابی نسبتاً مناسب و موافق داده باشد؟ بله، تشکر کیامرس. ما که امشب تا ساعت 2 شب بازی اسپانیا و ایتالیا رو تماشا کردیم و پس از این من باز بیدارخوابی کردم برای اینکه این آزمون رو حتما باید جمع‌بست کنیم و نشستم و باید بگم که با آزمون اعلان کرده رادیوی آزادی که با مسابقه قهرمانی اروپا 2012 بخشیده شده بود، همگی چند مدت هم در سایت بله در سایت بود و ما اعلان کرده بودیم این آزمون رو 105 نفر جوابهای خود رو توسط پشت الکترونی ما فرستادند و این آزمون از 3 سوال عبارت بود. سوال اول این بود که 4 دسته رو نامبر کنید که به دور نیمه نهایی راه می‌یابند و دوم سوال اساسی کدام دسته ها به فینال میبرایند و کدام دسته عنوان قهرمانی را نصیب می‌گردد و نتیجه این بازی چطور است. بس بالاخره سوال سوم این کی بهترین نشانزن میشود و چند گل میزند، یعنی صاحب بوتسی طلایی یا کفشی فوتبالی طلایی میگردد و متاسفانه باید بگویم که یگان نفر در بین این 105 نفری که جواب فرستادن با مثل خودی من هم گفتم که جواب هم نداده باشم، لیکن توسط رادیو جواب داده بودم، با 3 سوال پاسخی صحیح کاملا ندادن. با سوال اول 12 نفر میتوانم نامهاشون رو نامبر کنم: سمیر، رستم، سفر، الکس، تیل، چخیلی که اونها نوشتن در سایت. من همین خیلی میگم نامی اونها رو، همه از دوشنبه: فیروز، خوجند، اکمل از اسفره، یگیتی کولوبی و باخه هر دو از کولوب، عمر از فیض‌آباد، امید از تاجیکستان، فروخ از ایالات متحده آمریکا. از 4 دسته 3 تاش رو درست نام بردند، ولی آنها رو دسته های هلند، فرانسه، انگلستان، روسیه و دانیا به اشتباه انداختند. ولی چنانی که معلوم است دسته های پرتغالیا، آلمان، اسپانیا و ایتالیا به دور نیمه نهایی راه یافته بودند. به سوال دوم باشد 8 نفر باز هم علی و باخه از کولوب، عبدالله، مسعود معصوم، رامین معصوم، هرسی از خوجند، مخلصی فوتبال از فیض‌آباد، جهان از دوشنبه و قاسم مکانش رو ننوشته است. درست پیشگویی کردند که اسپانیا قهرمان جهان می شود، ولی در پیشگویی رقیب اسپانیا در بازی نهایی و حساب این بازی آنها به اشتباه راه دادند. و اینچنین سوال سوم ما، با سوال سوم 13 نفر ماریو هومیس یا گومیس میگن از آلمان، 7 نفری فرناندو تورز از اسپانیا و کریستیانو رونالدو از پرتغالیا و 5 نفر آلان زاگویف رو از روسیه بهترین گلزن ها دونستند که درست است، بهترین گلزن ها. فردوس میرزایوروف، امید هر دو از دوشنبه، امید جان از قرغنتپه، یوسف از کابل، عبدالله و رشاد عبدالمنان هر دو از خوجند و مخلص از فیض‌آباد درست پیشگویی کردند که فرناندو تورز صاحب بوتسی یا کفشی طلایی می شود، ولی در حساب گل‌هایش اشتباه کردند. یگان کس درست نگفته است که فرناندو تورز چند گل میزند. در صفحه نهایی جام اروپا 2012 ماریو بالاتلی از ایتالیا، ماریو گومز از آلمان، چون که گفتم کریستیانو رونالدو از پرتغالیا، فرناندو تورز از اسپانیا، ماریو منجوکیش از خرواتیا و آلان زاگویف از روسیه نتیجه برابر دارند، 3 گلی زدند. یعنی اینجا باز یک چیزی دیگر است که در صورت نتیجه ها برابر شدن یک چیزی دیگر به حساب گرفته می شود، نشان داد دیگر گل و پاس میگن در فوتبال. با پاس او دیگری گل میزند. 3 نفر
فرناندو تورس، کریستیانو رونالدو و ماریو گومز نتیجه یک خیله دارند. یعنی 3 گل زدند و با یک پاسی اونها باز گل شده است. ولی تورس از رقیبانش برتریش اون است که او همگی 189 دقیقه یعنی از اونها کمتر بازی کرده است و بنابراین از این جهت بوتسی یا کفش ابتدایی نصیب فرناندو تورس گردید. این بازیگر 28 ساله چون که میدونیم در دسته چلسی انگلستان بازی میکند. با این ترتیب در آزمون رادیوی آزادی البته کسی غالب نشد و جایهای دوم و سوم هم به کسی داده نمی شود، ولی همه آنهایی را که من نامبر کردم که قسما به سوالها درست جواب دادند با آنها تحفه های خاطره‌ای سپرده می شود و این یک لباسی ورزشی است، فوتبال که میگویند که با چونانی که میگن امبلم یا اینکه با رمزی رادیوی آزادی است. ما آنها را البته به شما میسپاریم و از همه آنهایی که در این آزمون ما شرکت کردند تشکر میگیم، از شما سپاسگزاریم.